که تثبیت شده نیست. تنش‌هایی وجود داره، عواقبی خواهد داشت این حالا هر دو ولاتن ایران و سعودیه بردوام هفدو تومتبار دکن و دوی چارچوبی دا پیفدار وزارت درو ایران کارودان انتونت نیشادان هم بردا خونیک عادل جبیر وزیر درو سعودیه و ایران تومتبار کربو به چنده دم 35 سالا دجمناتی سعودیه و هف پیمان و دکتن پیفدار وزارت درو ایران ده برسواوی دا خوانی عادل جبیر دا ده چارچوب چاف بکتن گدال گل یورو نیوز سعودیه به باب قاعده و داعش وصف کرد. بهرام قاسمی پیفدار وزارت درو ایران آماجه بوی چنده کرد هر دمه عادل جبیر برزد بیتن آخفتن به سروبر و پیکنیناوی دربار ایران دکد. پیفدار وزارت درو ایران گفت وزیر درو سعودیه دوی باوری ده به وانجور ده خوانیا دست هبو نامالات خوک باب قاعده و داعش جبیر جیهان ببتن. پیوندی نوبرا ایران و سعودیه ده دم چند سالن بوری دا آلوزیا زیده تر بخوودیتیه سالابوری کشتنا صدان حجین ایران لسعودیه پیوندی نوبرا هر دو ولاتان آلوستر کرد. پشتیل صداردان ظلامک آینی برنیاس شیعیان لسعودیه چند کس که هریش کرسل بریوزخانه سعودیه لطهران پایتخت ایرانه به اگر وان ریداناجی پیوندی نوبرا هر دو ولاتان آلوزی دکتنو به آوه که کو پیوندی قطبونو هر روز اگج ولاتان هفدو تومت باردکد.